در ارتفاعات سترگ و صخره‌ای هزارجات، جایی که آسمان به زمین نزدیکتر است و سنگها گواهی بر قرنها رنج و پایدانی می‌دهند، روستایی خفته بود به نام چشمه‌سار. مردم این دیار، کهن‌ترین فرزندان این خاک، با چهره‌هایی که آفتاب سوزان و زمستان‌های سخت بر آنها نقش صبر زده بود، هر روز را با کمترین امکانات و بزرگترین آلوها، آرزوها به سر می‌بردند. قهرمان داستان ما دختری بود به نام شیرین، نامی که به شیرینی لبخند و تلخی روزگارش اشاره داشت. شیرین نه از قصه های پریان بلکه از جنس خود کوهستان بود، استوار اما با قلبی مملو از شور و اشتیاق برای آموختن. او برخلاف بسیاری از دختران روستا که مجبور بودند تنها به امور خانه بپردازند، با شوقی وصف ناپذیر به کتابها و دانستن پناه می برد. در روستای چشمه‌سار یک مکتب کوچک با دیواره‌های از گل و سقف‌های چوبی وجود داشت که معلمی پیر و مهربان به نام آقا مرسی آن را اداره می‌کرد. اما روزی که زمزمه‌های ناامیدی و ناامنی چون باد سردی از دشت‌ها به کوهستان رسید، بسیاری از خانواده‌ها دخترانشان را از رفتن به مکتب باز داشتند. ترس چون سایه‌ای سنگین بر شانه‌های روستا سنگینی می‌کرد و زمزمه می‌کرد: درس برای زن جز دردسر و خطر چیزی ندارد. شیرین اما نپذیرفت. او به یاد حکایتی افتاد که آقا مرسی همیشه تکرار می‌کرد: مردم هزاره مانند سنگی زیر آسیاب تاریخ بوده‌اند، اما سنگ آسیاب هر چقدر هم خرد شود، دانه ها را خرد می کند تا نان شود. رنج ما بذر دانش و پایداری است. یک شب شیرین مخفیانه به انبار کوچک روستا رفت، جایی که کتاب‌های قدیمی و فرسوده آقا مرسی نگهداری می‌شد. در میان کتاب‌ها آینه‌ای شکسته و قدیمی پیدا کرد. لبه‌های آینه تیز و سطحش کدر بود. ناامیدی در دلش لانه کرد. این آینه شکسته چه کمکی می‌تواند بکند؟ ناگهان نوری کمرنگ از سوراخ سقف به داخل تابید و روی آینه افتاد. آینه گرچه شکسته بود، اما همان نور کم را با تمام توان جذب کرد و به اطراف منعکس نمود. در آن لحظه پند داستان در قلب شیرین نشست. او فهمید که آینده افغانستان و هزارجات در آینه تمام نما و بی‌عیب نیست، بلکه در تکه‌های کوچک امید و دانش است که هر فرد باید آن را منعکس کند. مهم نیست چقدر شکسته و آسیب پذیر باشی. مهم این است که آن نور کوچک دانش و عزم را جذب کنی و با تمام وجودت آن را به تاریک‌ترین نقاط بتابانی. شیرین فردای آن روز با تکه‌های چوب و گل مکتب را تمیز کرد و هر روز به تنهایی به مطالعه ادامه داد. هر بار که مادری فرزندش را از مکتب باز می داشت، شیرین او را به خانه می آورد و با مهربانی می گفت: درس سنگ نیست که بشکند، آب است که راهش را باز می کند. بیایید بذر دانش را در دل بچه‌هایمان بکاریم تا هیچ بادی نتواند ریشه ما را از جا کند. کم کم مقاومت خاموش شیرین و بازتاب نور امید از چشمانش دلهای یخزده را نرم کرد. ابتدا یک دختر، سپس 2 نفر و بعد خانواده‌ها یکی پس از دیگری فهمیدند که برای بقا و ساختن فردای بهتر در این سرزمین کوهستانی نه قدرت فیزیکی بلکه نیروی دانش و اتحاد لازم است. پند داستان، مقاومت و پایداری مردم هزاره در تاریخ افغانستان نه در شمشیر که در تعهد به دانش و فرهنگ نهفته است. حتی در اوج تاریکی و ناامیدی هر فرد می‌تواند چون یک تکه آینه شکسته نور کوچک امید، عزم و دانایی را جذب کند و با تمام وجودت آن را به تاریک‌ترین نقاط بتابانی. شیرین فردای آن روز با تکه‌های چوب و گل مکتب را تمیز کرد و هر روز به تنهایی به مطالعه ادامه داد.
هر بار که مادری فرزندش را از مکتب باز می داشت، شیرین او را به خانه می آورد و با مهربانی می گفت درس سنگ نیست که بشکند، آب است که راهش را باز می کند. بیایید بذر دانش را در دل بچه‌هایمان بکاریم تا هیچ بادی نتواند ریشه ما را از جا کند. کم کم مقاومت خاموش شیرین و بازتاب نور امید از چشمانش دلهای یخزده را نرم کرد. ابتدا 1 دختر، سپس 2 نفر و بعد خانواده‌ها یکی پس از دیگری فهمیدند که برای بقا و ساختن فردای بهتر در این سرزمین کوهستانی نه قدرت فیزیکی بلکه نیروی دانش و اتحاد لازم است. پند داستان: مقاومت و پایداری مردم هزاره در تاریخ افغانستان نه در شمشیر که در تعهد به دانش و فرهنگ نهفته است. حتی در اوج تاریکی و ناامیدی هر فرد میتواند چون یک تکه آینه شکسته نور کوچک امید، عزم و دانایی را جذب کند و با انعکاس آن راه آینده جمعی را روشن سازد. بزرگترین سلاح در برابر ستم دانش و بزرگترین نیروی ساختن اتحاد در راه آگاهی است. دختر سنگ و آینه دشت ناامیدی. دوستان، امیدوارم این داستان را هم پسندیده باشید. لطفاً کانال یوتیوب من را دنبال کنید و منتظر لایک و کامنت های قشنگ شما هستم.